مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در دایره سیاست بنیادکارانه و سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و طلبات قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حکومت دولتی، اینچنین دیگر سندهای معیاری حقوقی عمل کننده فعالیت را راه اندازی نموده، بهر رشد اقتصادی و اجتماعی، دگرگونسازی ها در ساحه‌های اینفراستراکچوری و خدمت رسانی، دستگیری صاحبکاری خرد و میانه به خصوص صاحبکاری استحصالی و در این زمینه تأسیس دادن جایهای نوی کاری، اینچنین دریافت منبع‌های ایلاوگی انداز و پرداخت‌ها یک قطار چاره‌بین‌های سودمند را به راه مانده است. این نقطه را 29 ایول امیرخان قربانزاده معاون یکم رئیس شهر دوشنبه ضمن نشست مطبوعاتی ذکر نمود. گفته شد که با مقصد سزاوار تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، نقشه چاره‌بینی‌ها عاید به عملی نمودن کارهای آبادانی و سازندگی برای سالهای 2019-2021 در شهر دوشنبه عبارت از 4201 نامگوی چاره‌بینی‌های گوناگون به توصیف رسیده به حالت 1 ایول سال 2021 در دوشنبه 3924 تای آن اجرا کرده شد که این 93.4% اجرایش نقشه عمومی را تشکیل می‌دهد. قید گردید که در دایره بنیاد و از نوسازی راه‌ها با تشبس‌های رئیس شهر دوشنبه در دایره همکاری‌های سودمند میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری هندوستان از حساب مبلغ‌های گرانتی دولت هندوستان لایحه ساختمان راه اتومبیلگرد از دروازه غربی تا محله چارتوت پایتخت که طرح مشترک تاجیکستان و هندوستان محسوب می‌یابد، با درازی 9.2 کیلومتر و پهنایی از 50 تا 70 متر با مبلغ 46.5 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا به نقشه گرفته شده، عین زمان کارها در قطعه‌های 2 و 3 با درازی 4.2 کیلومتر با مرام ادامه دارد. تشبس‌های رئیس شهر دوشنبه در دوره همکاری‌های سودمند میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری هندوستان از حساب مبلغ‌های گرانتی دولت هندوستان لایحه ساختمان راه اتومبیلگرد از دروازه غربی تا محله چارتوت پایتخت که طرح مشترک تاجیکستان هندوستان محسوب می‌یابد، با درازی 9.2 کیلومتر و پهنایی تا 70 متر با مبلغ 46.5 میلیون دلار آمریکایی به نقشه گرفته شده، عین زمان کارها در قطعه‌های 2 و 3 با درازی 5 کیلومتر با مرام ادامه دارد. اسفندیار امکجانов، سیاره شکرزاده برای یوتیوب کانال جوانان تیوی.